الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وإمام الموحدين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى این حلقه سوم از آموزش علم اصول فقه است و اولا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و ان شاء الله سبحانه و تعالی در این حلقه سوم علم اصول فقه باز ان شاء الله ادامه موضوع علم اصول فقه را به شما بیان می‌فرماییم. در حلقه گذشته آخرین صحبت ما در علم اصول فقه در اینجا توقف کرد که گفتیم موضوعها و مسائل هایی که علم اصول فقه صحبت میکند 4 موضوع یا 4 مسئله است. علم اصول فقه در 4 مسئله صحبت میکند: در باب احکام، در باب دلیل ها یعنی ادله، در باب طرق الاستنباط چگونه استنباط و دلیل و استدلال و حجت گرفتن، و در باب اجتهاد. همین 4 مسئله را از همه جانبش به شما می آموزاند که در زیر هر یک 4 مسئله های زیادی هست. امروز باشد ما به شما بارک الله فیکم در مسئله چگونه تألیف کردن علم اصول فقه صحبت میکنیم. منهج هر یک مذهب به خودش منهج دارد. از همه مشهورترین روش تألیف در علم اصول فقه، نوشتن کتاب ها در علم اصول فقه، به وجود آوردن مسائل و غیره، 4 مذهب است: مذهب حنفی، شافعی و بارک الله فیکم بعد از این طریق جمع بین حنفی و شافعی، و بالاخره این مسائل رو به شما ذکر میکنم. اولا روش حنفی ها در نوشتن علم اصول فقه. مذهب حنفی از همون روزی عصر 4 وقتی که بعد از به وجود آمدن علم اصول فقه کتاب ها نوشتن در علم اصول فقه، منهجشون، منهج حنفی ها در علم اصول فقه چگونه است؟ باید دانید که منهج حنفی ها مخالف منهج جمهور است. بارک الله فیکم. منهج حنفی ها را علما به طریقه فقها، روش و طریقه حنفی ها را در علم اصول فقه طریقت الفقها میگن، روش فقها. برای چی؟ برای اینکه قواعد اصولی، قاعده های اصولی، منهج های اصولی موافق فروع فقهی، مسائل فقهی می شود در مذهب حنفی. یعنی چی؟ به یک لهجه یا به یک عباره عادی تاجیکی اگر به شما بگیم، حنفی هایی که در علم اصول فقه کتاب نوشتند، علم اصول فقه را راست از قرآن و سنت گرفته، قاعده ها را از قرآن و سنت یک بار به وجود نآوردند، مستقل ننوشتند، بلکه علم اصول فقه را در اساس سخنی که ابو حنیفه و شاگردانشان نوشتند. یعنی علم اصول فقهشان در اساس فقه فهمی صاحب مذهب ابو حنیفه نوشته شده است. قاعده را در اساس مذهب به وجود آوردند. از همین جهت مشکلی های زیاده در علم اصول فقه و حجت گرفتن و فهمش قرآن و سنت مشکلی های زیاده را ایجاد کردند. برای چی؟ برای اینکه قواعد اصولی علم اصول فقه در نزد حنفی ها در زیر فقه است، در زیر فروعات فقهی است، و این مشهور است در نزد حنفی ها و کسایی که حنفی هستند نمیفهمند. و مهمترین کتاب های مذهب حنفی در علم اصول فقه، کسی میخواهد که از نظر حنفی علم اصول فقه را کمی معلومات بگیرد، این کتاب ها مشهورترین کتاب است. اولین اونها الفصول فی الاصول، نویسندهش جصاص است، جصاص حنفی، صاحب کتاب احکام، وفات کننده 370 هجری. جصاص یکی از علمای متقدمین ترین حنفی است.
که در 370 هجری وفات کرده و انمین کتاب اصول رو نوشته، الفصول فی الاصول. خیلی کتاب معروف است و قوی است. و کتاب دومی مذهب حنفی تقویم الادله. تقویم الادله. یکی از علمای مشهور حنفی الدبوسی وفات کننده 340 هجری، یعنی علمای متقدمین حنفی بعد از عصر ذهبی، بعد از قرون مفضله، دوم عصر 4. یا که کتاب سوم مشهور اصول در نزد حنفی ها کتاب اصول السرخسی. اصول السرخسی وفات کننده 490 هجری. صاحب سرخسی صاحب کتاب چی است؟ المبسوط للسرخسی، فقه مقارن بزرگ حنفی، زیاده از 15 مجلد که سرخسی نوشته است. انا همین سرخسی صاحب کتاب اصول هم است. 490 وفات کرده، متقدمین حنفی. و اصول البزدوی کتابی بارک الله فیکم چهارمین معروف در علم اصول فقه حنفی، اصول البزدوی وفات کننده 482 هجری. و شرح این کتاب هم خیلی معروف است. شرح اصول البزدوی خیلی معروف است در نزد علمای اصولی که کشف الاسرار میگند. انا همین اصول البزدوی رو به نام کشف الاسرار شرح میتید عبدالعزیز البخاری. اینم معروف است در مذهب حنفی. و این چنین اصول الکرخی وفات کننده 340 هجری. کرخی که خیلی تعصبی، بعضی از تعصبی مذهبی خیلی سخت داشت، علم اصول فقه کتابم نوشته و خیلی شدید در مقابل شافعی ها بود و حتی به حکم کفر علمای شافعی و غیره حکم کرده. تعصبی مذهبی خیلی مشکل است. انا این بود یک معلومات از مذهب حنفی در باب علم اصول فقه که طریقه حنفی ها این است که اول قاعده را بنیاد کرده و در اساس همین قاعده مسئله را، حکم را بنیاد نمی کنند، بلکه اول فقه را بنیاد کرده و برای حمایت فقه اصول فقه را بنیاد کردند. اصول فقه را برای حمایت انمون مذهبشان نوشتند و بنیاد کردند. اما طریقه دوم، طریقه شافعی، رویش مذهب شافعی، این دیگر است و این طریقه را معروف به طریقت المتکلمین هم میگویند. طریق حنفی ها رو طریقت الفقها میگن، طریقت شافعی، مذهب شافعی رو متکلمین میگن. برای چی؟ برای که شافعی، علمایی که در مذهب شافعی بودند عقیدتا اشعری کلامی بودند. ببینید علماهای بزرگترین مذهب فقهی شافعی در علم اصول فقه، در فقه بزرگترین علمای شافعی که است عقیدتا اشعری کلامی هست. از همین جهت یگان کتاب اصول نیست مگرم این که مشهورترین کتاب ها پر از علم کلام است، پر از علم سفسطه و منطق است. برای من هر کتاب اصول فقه را کشاده خواندن درست نیست، زیرا که بالاخره گمراه شده، کلامی شده رفتن هم ممکن است. احتیاط باشید در علم اصول فقه، خیلی خطرناک است، زیرا که اشعری ها خیلی کلام، فلسفه، منطق داخل کردند. بزرگترین بگویم این لقب این طریق دوم طریقت الشافعیه میگن، یا که طریقت المتکلمین میگن، یا که طریقت الجمهور میگن. این طریق جمهور است، روش جمهور است. این چگونه روش است؟ جمهوری مالکی ها، جمهور گفتم اونجا مالکی ها، شافعی ها، حنبلی ها، هر سه این مذهب به انا همین روش کتاب اصول فقه را نوشتند، تألیف در باب اصول فقه کردند. روش این سه مذهب از مذهب ابو حنیفه فرق دارد. مذهب ابو حنیفه اول فقه ساختند، بعد از این اصول را در اساس فقه برای حمایت فقه ساختند. اما شافعی، مالکی، شافعی، حنابله اصول را آزاد از فقه، اصول را علاهیده در اساس قرآن و سنت و فهم صحابه رضی الله عنهم ساختند. اول اصول را ساختند، یعنی منهج را اول ساختند،
و بعد از این در اساس همین منهج فقه را ساختند. وقتی که نظر میکنید به مذهب الشافعی، به خود امام شافعی کتاب الرساله، در اونجا میبینید که امام شافعی قاعده ها، منهج هایی که در اینجا ذکر کرده اند در اساس قرآن و سنت و در اساس قول صحابگان، اجماع صحابگان است و همین طریق هم بعد از امام شافعی ادامه کرد. بارک الله فیکم. مذهب مالکی هم همچنین است، علمای مالکی، مذهب شافعی و مذهب احمد ابن حنبل همچنین است. بارک الله فیکم. برای همین مخالفت شافعی ها، حنبلی ها، مالکی ها در فقه نسبت به حنفی ها دیده کمتر است. مخالفت و کمبودی های سه مذهب از حنفی ها دیده کمتر است. کمبودی های حنفی ها در باب فقه زیادتر است. در اساس چی؟ برای که اصول را مستقل در اساس قرآن و سنت نه، بلکه در اساس فقه برای حمایت فقه ساختند. بارک الله فیکم. مختصر بگوییم، در نزد حنفی ها اصول فقه زیر فقه است. در نزد جمهور علما سه مذهب باقی و باقی مانده سلف، فقه در زیر اصول فقه است و همین درست است. باید فقه در زیر اصول فقه باشد، زیرا که اصول فقه این چگونه حجت گرفتن است. وقتی که چگونه حجت گرفتی بعد مسائل به وجود میاد. در این طریق دوم، طریقی که اول اصول ساخته شود و در اساس اصول فقه ساخته شود، کتاب های معروف است. اولین این کتاب الرساله، رساله گفتن کتاب است که نویسندش امام شافعی هست، وفات کننده 204 هجری، یکی از علمای سلف. ببینید علمای سلف در این باره کتاب نوشتند در باب اصول فقه. کتاب العمده هست، عمدة قاضی عبدالجبار، وفات کننده 414 هست. المعتمد است لابی الحسین البصری، وفات کننده 436 است. البرهان است که معروف به امام الحرمین الجوینی اشعری، وفات کننده 478 است. مستصفى هست از غزالی که اشعری بود لیکن پیش از وفات در آخر عمر توبه کرده وفات کرده است، 505 هجری. المحصول است للرازی، وفات کننده 606. الاحکام فی اصول الاحکام است، امیدی اشعری یا رازی هم اشعری. ببینید من گفتم که در این طریقه دوم بسیارتر کسایی که خودشون در مذهب شافعی میگفتن عقیدتا اشعری ها، وفات کننده 631. التقریب والارشاد است للباقلانی اشعری، وفات کننده 403. منتهى السؤال است والله اعلم منتهى لابن حاجب، وفات کننده 646 است. روضة الناظر و جنة المناظر لابن قدامة المقدسی رحمه الله تعالی، وفات کننده 620 هجری، یکی از کتاب های بزرگترین است از نظر مذهب احمد ابن حنبل است و این هم به همین طریقه نوشته است. یعنی اول اصول بعد فقه. فقه در اساس اصول است، یعنی فقه تابع اصول است. بالاخره لیکن از همین کتاب ها کتاب بهترینش ابن قدامة المقدسی است، زیرا که اهل سنت و الجماعت است. اگرچه در درون این کتاب هم کلام و غیره بعض از وجود داشته باشد، از 2 مجلد عبارت است. در مدینه منوره در دانشگاه جامعه الاسلامیه مدینه المنوره در قسم شریعت، فکولته شریعت، در مدت 4 سال هر روز در یک هفته 4 روز والله اعلم انا همین ابن قدامة المقدسی رو میخونید. در مدت 4 سال تمام میکنید با اصول فقه را، یعنی از 4 مذهب میخونید، در اساس 4 مذهب اصول فقه را میخونید. خوب است. اصول فقه از نظری 4 مذهب خوندن این است که شما 4 مذهب رو جمع کرده، فهمیده اصولش و طریقه حجتش، منهجش، ضعیفیش، سبب اختلاف همیشه میفهمید. این طریقه دوم در علم اصول فقه، نوشتن و تألیف علم اصول فقه. طریقه سوم در مسئله علم اصول فقه، این علما میگن الجامعه بین الطریقتین. هر دوی این طریق گذشته رو، حنفی ها رو و شافعی ها رو در یک جا جمع میکرد. کتاب ها رو نوشتند
با تحقیق قاعده های اصولی با دلیل های شرعی. یعنی اول قاعده اصولی را نوشتند، در اساس قرآن و سنت قاعده را نوشتند، بعد از این در زیر این مسئله ها را ذکر کردند، درست بودن مسئله خطا بودن مسئله را ذکر کرده رفتند. و مهمترین کتاب هایی که در این باب هست تنقیح الاصول و شرحه التوضیح که از صدر الشریعه الحنفی میگن، حنفی صدر الشریعه حنفی که خیلی این کتاب هم کتاب قوی معروف است، وفات کننده 654 هجری. التحریر لابن حمام الحنفی، کتاب التحریر لابن حمام الحنفی وفات کننده 861. جمع الجوامع از تاج الدین السبکی شافعی، فقه شافعی. اینا عقیدتا هم اینا ماتریدی و اشعری است، لیکن فقه اینها فقه حنفی و شافعی است، زیرا که اصول فقه عادتا در مسائل احکام فقهی تعلق دارد. 771 هجری. والعده لابی یعلا الحنبلی وفات کننده 458 هجری. ارشاد الفحول للشوکانی وفات کننده 1150 هجری. طریقه چهارم در علم اصول فقه، روش چهارم در علم اصول فقه، طریقتو میگن تخریج الفروع على الاصول. یعنی این یک روش دیگر است که در علم اصول فقه، یعنی در یک مسئله اختلاف علما رو در همین علم اصول فقه، منهج اصول فقهی علما رو ذکر میکنن، در زیر این مسئله رو ذکر میکنن، اختلاف علما در این مسئله رو ذکر میکنن، یعنی هر یک قاعده اصولی رو در زیرش مسائل رو ذکر میکنن. و مهمترین کتاب در این باب هم التلمیسانی المالکی هست، کتابش خیلی کتاب معروف است. اگر علم اصول رو بعد از این که شما یک کمی از درجه های اول بالا رفتید این کتاب رو خونید هم خیلی یک روش خوب اصولی رو میفهمید. که نام این کتاب مفتاح الوصول الى بناء الفروع على الاصول. ببینید الى بناء الفروع على الاصول، بنا کردن فروع در اساس اصول فقه. یا که کتاب تخریج الفروع على الاصول از زنجان الشافعی، یا که کتاب التمهید في تخریج الفروع على الاصول للاسنوی الشافعی، یا که القواعد والفوائد الاصوليه لابن اللحام الحنبلی. اینا امین است. پنجمین نوشتنی یا پنجمین روشی منهج بیان کردن اصول، این به روش علم مقاصد الشریعه است، به طریقه مقاصد الشریعه است. یعنی هر یک مسئله رو مقاصدش رو، چی مقصد داشتنش رو، سر و اسرارش رو بیان کردن است، حکمتش رو. بارک الله فیکم. که این معروف ترین کتاب در این باب کتاب قواعد الاحکام فی المسائل الانام لعز بن عبدالسلام است که وفات کننده 660 هجری و موافقات للشاطبی وفات کننده 790 هجری. انا همین است کتاب اصول فقه. و این چنین بزرگترین مسائلی که در باب اصول فقه می آموزید از گفته های ابن تیمیه رحمه الله که علما جمع کردند و یک کتابی رو در باب اصول فقه از سخنهای ابن تیمیه ترتیب دادند. و کتاب بزرگترینه که ما بعد از این استفاده میبریم، شخصا ما، یعنی کتابی که ببینید، کتابی که من استفاده میبرم در علم اصول فقه، اولینش روضة الناظر و جنة المناظر است، ابن قدامة المقدسی. و بعد از این جمع کرده سخن علما در علم اصول فقه از ابن تیمیه رحمه الله. بعد از این اعلام الموقعین اعلام الموقعین ابن القیم الجوزی رحمه الله که از 4 مجلد عبارت است. بزرگترین کتابی انا همین اصولی است. و این چنین الموافقات للشاطبی است، علم مقاصد. و این چنین از شوکانی هست، کتاب شوکانی در علم اصول. و این چنین کتابی یکی از علمای نجد در باب اصول فقه است. و این چنین مذکره که محمد امین شنقیطی یک کمی واضح‌تر کردند و کتاب ابن قدامه رو جمع کردند. و این چنین نوشته خالد المرد الغامدی هم در این باره خیلی قوی است. و این چنین کتاب‌های زیاد از علمای معاصر در علم اصول فقهی، شرح نظم الورقات است، شرح متن ورقات است که کتاب این جوینی رو خیلی علما نظم کردند و شرح دادند، یا متنش رو شرح دادند. شیسری شرح داد، ابن عثیمین شرح دادند، عبدالکریم الخضیر شرح دادند و
العقیلی شرح دادند و صالح آل شیخ و بسیار علما این کتاب ها رو شرح داده است. از این کتاب ها استفاده میبریم. ما برده بودیم وقتی که در مدینه منوره این علم رو تعلیم گرفتیم، زیرا که تخصص ما فقه و اصول فقه است. کلیت شریعه فقه و اصول فقه رو به شما می آموزاند، اگرچه همه علم می آموزاند، لیکن این هر روزه درس است. اصول فقه. بارک الله فیکم. انا کنون بارک الله فیکم با همین ما به یک نقطه رسیدیم که مقدمه به پایان رسید. شما یک معلومات عمومی، معلومات یک بگویم زینه اول رو در شناخت علم اصول فقه پیدا کردید. معنای اصول فقه، فرق اصول فقه از فقه، حکم اصول فقه، در کدام موضوع اصول فقه صحبت کردنش، اهمیت و فایده های و میوه های و ثمره های آموزشی علم اصول فقه، حکم آموزشی اصول فقه. اولین کسی که اصول فقه را درباره‌اش صحبت کرده است، روش 4 مذهب و کتاب ها در این باب. و این چنین در انا همین حلقه ما کدام کتاب ها را عادتا استفاده میبریم. ما یک چند کتاب ها را برادران عزیزم استفاده میبریم، یکم کتاب معینی مشخصی را ذکر نمیکنیم، لیکن برای کسانی که میخواهند که در علم اصول فقه قوی باشند، میخواهند که همچون یک طالب علم در بالای علم اصول فقه باشند، اونها را نصیحت میکنیم به حفظ نظم الورقات. در اینترنت نظر بکنید، کتابی هست در علم اصول فقه، نظم الورقات. هاك اصول الفقه لفظا لقب للفن من جزئين قد تركب الاول الاصول ثم الثاني. افترم خیلی از یاد کرده رفتم میگیرید. هر کسی خواهد هر روز کم کمی همین بیت رو 2 بیت، 4 بیت، 6 بیت، 10 بیت از یاد بکند و ما در درون همین درس یک باره همین بیت ها رو هم کم کم بعضیش رو ذکر کرده و شرح داده و از کتاب ها، از هر کتاب استفاده کرده می رویم. و اما اگر بالعموم نظر بکنیم برادرای عزیزم، بالعموم نظر بکنیم، به خاطر اینکه این علمی که ما به شما میدهیم یک علم فایده آور باشد و یک مصدر معین داشته باشد و شما هم آینده استفاده بکنید، بیاید بگوییم که اساس صحبت ما از نظم الورقات است، متن و نظم ورقات است. انا همین کتاب نظم الورقات رو از اینترنت بگیرید، به خودتون برداشت کنید، اسکچت کنید و انشاءالله در روش درس ما به شما میگویم که فلان بیت انا همین، فلان بیت انا همین بارک الله فیکم کتاب رو ما حالا داریم شرح میدهیم و آهسته آهسته فهمیده و کتاب نظم الورقات اصول فقه به پایان میرسد. لیکن در حالت شرح دادن این کتاب ما کتاب‌های یکچند کتاب‌های مختصرات و مطولات را استفاده میبریم. بارک الله فیکم. با همین این حلقه امروزه علم اصول فقه به پایان میرسد و در حلقه آینده برادران عزیز اولین بیت های نظم الورقات را به شما قرائت میکنیم. هک اصول الفقه لفظ اللقبه، مقدمه که نظم الورقات مقدمه نوشتن، ما مقدمه رو بیت های مقدموی نظم الورقات را شرح نمیدهیم، زیرا که این 3 حلقه است، امروز 3مین حلقه است. ما به شما 10 چیزی که دانستنش در اول آموزش هر یک فن ضرور است به شما بیان کردیم و مقدمه دیگر برای ما لازم نیست. از همین جهت مقدمه نظم الورقات را به شما ذکر نمی کنیم و به سلب موضوع علم اصول فقه داخل می شویم. انشاءالله فردا اول 4 بیت است، 2 بیت است، از همین نظم الورقات می خونیم، عمومی معناش رو میگیم و به واسطه همون به موضوع داخل می شویم که حکم شرعی. اولین موضوع شاید در بالای حکم شرعی باشد که اولین موضوع علم اصول فقه هم حکم شرعی هست. بارک الله فیکم.
سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.